دایره المعارف پریان می باشد. بنابراین تا آخر این برنامه با ما همراه بوده عضویت، لایک و اشتراک را فراموش نکنید. ایرسنراک‌ها مردم کوچک اندامی هستند که در دشت‌ها و در زیر زمین زندگی می‌کنند و گاهی آدمیان را به تله می‌اندازند. کاباتورها، آنها آدم کوچولوهایی هستند که در خانه‌ها و یا زیر زمین زندگی می‌کنند و به زیرگروه نوم متعلق هستند. در آلمان به نام کوبولد و در کشورهای اسکاندیناوی به نام تومته هم خوانده می‌شوند. نوع مذکر آنها ریش بلند داشته و کلاه‌های بلند نوک‌تیز بر سر می‌گذارند و بسیار خجالتی هستند. نوم‌ها جزو زیر مجموعه پریان هستند که بدنهای کوچک داشته و زیر زمین زندگی می‌کنند. به شکل مردانی که کلاه‌های مخروطی نوک‌تیز به سر دارند دیده شده‌اند و اکثراً لباس‌هایی به رنگ آبی، سبز یا قرمز پوشیده‌اند. اکثر نوم‌ها ریش‌های بلند و سفید دارند و قد متوسط آنها 15 سانتی متر است که البته با احتساب کلاهشان بلندتر به نظر می‌آیند. پاهایشان پنجه دارد و مردانشان حدود 300 گرم وزن دارند و زنان آنها 250 گرم. معمولاً کمربندی دارند که در آن چیزهایی مثل چاقو و چکش نگهداری می‌دارند. در علم کیمیاگری عنصر آنها زمین شناخته شده است و کیمیاگر معروف پاراسلسوس آنها را بسیار سودمند توصیف کرده است. مثل کوتوله‌ها قدرتشان 7 برابر انسان معمولی است و دید چشمانشان از باز هم بیشتر است. دوستان حیوانات هستند و غالباً در جنگل‌ها به حیوانات زخمی کمک می‌کنند. آنها علف‌خوار و میوه‌خوار هستند. بوگارت‌ها، آنها به شکل آدم کوچولو هستند که گاهی ممکن است شبها به سراغ آدمیان بیایند و به صورت آنها پنجه بکشند و یا ملافه را از رویشان بردارند. اصولاً بازیگوش و شیطان هستند و وسایل کشاورزان را از مزرعه برمی‌دارند. پیمبرو، قروجک‌هایی هستند با صورت‌های زشت و دست و پای پشمالو که کلاه‌های بزرگی بر سر دارند و بقچه‌ای بر سر چوب بر شانه حمل می‌کنند. پوگواجی‌ها قد کوچوله‌هایی هستند که در جنگل‌ها زندگی می‌کنند و شکار می‌کنند. کوبلینایو کوچوله‌هایی هستند که در زیر زمین و اکثراً در معادن هستند و صورت‌های بسیار زشت دارند، اما ذاتشان خوب است و دوست معدنچی‌ها هستند. آنها چکش‌های کوچک و پتک‌هایی نیز با خود حمل می‌کنند. کاراکونجولوس دسته‌ای از کوچوله‌های جنگل نشین هستند با صورت‌های قهوه‌ای یا قرمز و بدنی پشمالو. کوبولت‌ها بروجک‌ها و یا پریانی هستند که در خانه‌ها یا زیر زمین زندگی می‌کنند. کلاه‌های مخروطی به سر دارند و کفش‌های نوک بلند به پا و دم‌های پشمالو دارند. ممکن است هم به آدمیان کمک کنند و هم آزار برسانند. ردکپ کوتاه قدهای بدزاد و آدمکش هستند که کلاه‌های قرمز به سر دارند و در جنگل‌ها به حفاظت از قلمرو خود می‌پردازند و تنها راه فرار از آنها خواندن آیات مقدس است. بنا به باورهای مردم بومی، کلاه قرمز آنها از پوست سر آدم است که در خون تازه رنگ شده است و برای قرمز نگه داشتن کلاهشان همواره آدم می‌کشند. ویکتان‌ها به شکل آدم کوچولوهایی با ریش بلند و قد 60 سانتی متری هستند که در زیر خانه‌ها یا معادن زندگی می‌کنند و در شب صداهایی تولید می‌کنند که حاصل کار و فعالیتشان هست. ناکرزها از هم خانواده کوبولت‌ها هستند که در معادن زندگی می‌کنند و حدود 8 سانتی متر قد دارند. به آنها تق و تق هم گفته می‌شود چون هنگام شب در زیر زمین خانه‌ها به فعالیت می‌پردازند که از دور صدای تق و توق چکششان به گوش می‌رسد. لپرکان‌ها پریان مذکری هستند با قد کوتوله که کتایی به رنگ سبز زمردی می‌پوشند و گاهی قرمز و کلاه‌های مخروطی به سر دارند. آگاه از مکان گنج‌های زیر زمین هستند ولی
جای آن را به کسی نمیگویند و طبع بسیار خسیسی دارند. میگویند اگر به انتهای رنگین کمان نگاه کنی، یکی از این پریان ظاهر شده و قول می‌دهد آرزویی را برایت برآورده کند، اما هر آرزو را به نحو شیطنت آمیزی برآورده می‌کنند که انسان را پشیمان می‌کند. این وروجک‌ها 2 کیسه به همراه دارند. در یکی 1 سکه نقره و در دیگری 1 سکه طلا که هر بار خرج می‌کنند باز به داخل کیسه برمیگردد و آنچه که به عنوان پول پرداخته می‌شود تبدیل به کاه و خاشاک می‌شود. تمته‌ها، مردان کوچولو و مسن با قد بین 7 سانتی متر تا 80 سانتی متر. ریشه پرپشت دارند و گفته می شود می توانند شکل خود را عوض کنند. براونی ها، بروجک های شلخته هستند با قدی حدود 25 اینچ. گوش های نوک‌تیز و انگشت های بلند و معمولا در خانه ها زندگی می کنند. بوداک ها، این بروجک ها شبها از لوله شومینه ها داخل منازل می شدند و کودکان را می رو بودند. با کاهش خانه های این چنینی تعداد گزارشات در مورد این موجودات هم کم شده است. بانشی نوعی پری است که سبب مرگ می شود و در ولز، اسکاتلند، آلمان، ایرلند و فرانسه وجود دارد. معمولاً پیراهنی سفید بر تن دارد و پوست او سفید یا خاکستری است و موهایی طلایی دارد. این پریان شانه موی خود را روی زمین قرار می دهند و اگر رهگذری آن را بردارد، آنها او را برای طعمه انتخاب می کنند. برای همین مثلثی در ایرلند هست که میگویند شانه روی زمین را بر ندار. اگر انسانی با آنها تماس برقرار کند، وقت بعد بر او نازل می شود، چون پریانی بدذات و اندوهگین هستند که در شبها گریه سر می دهند. در سال 1437 پادشاه اسکاتلند به نام جیمز اول با یک بانشی برخورد کرد و پری به او هشدار داد که به زودی به قتل خواهد رسید و همچنین شد. مرمید پری دریایی است که در میان پریان دریایی بسیار شناخته شده است که نیمی از بدنش انسان و نیم دیگر آن شبیه به ماهی است. مشاهده این پریان از زمان تمدن آشوریان ثبت شده است. تاکنون چندین پری دریایی از آبها گرفته شده که همکنون در موزه ها نگهداری می شود. سیرن پریانی یونانی هستند که در دریاها زندگی می کنند و صداهای بسیار زیبایی دارند و اگر مردان دریا صدای سیرن ها را بشنوند، آنچنان وسوسه امیال خود می شوند که برای رسیدن به سیرن ها خود را به آب می افکنند و خوراک سیرن می شوند. در حماسه اودیسه اثر هومر، ملوانان و همراه اولیس هم به همین سرنوشت دچار می شوند. گاهی به چهره پرنده و بدن زن دیده می شوند. در دایره المعارف سودا که از قرن 10 میلادی به جای مانده است، نوشته شده که سیرن‌ها مانند گنجشک‌هایی با صورت زن هستند. نایاد پریانی در هوای یونان و مقدونیه خویشاوندی دوری با زئوس دارند و می توانند سرنوشت انسان را پیش بینی کنند. هر نایاد متعلق به یک چشمه یا چاه یا رودخانه است و نمی تواند از آن محدوده خارج شود. نینگیو پریانی در دریاهای ژاپن و چین که دهانی مانند میمون و بدنی پوشیده از فلزهای طلایی دارند و صدایشان مانند فلوت است. این پریان شهرهای خود را در زیر آبها دارند و آگاه به جادو و درمان بیماری ها هستند. روسالکا معادن پریان دریایی هستند که نواحی اسلواکی، رومانی و چک و اطراف آن زندگی می کنند. چشمانشان سبز درخشان است و پوستی رنگ پریده دارند. معروف به وسوسه مردان و آوردن بدبختی به جنگل‌ها و رودخانه ها هستند. اگر مویشان خشک شود خواهند مرد و عنصرشان مانند همه پریان دریایی آب است. مرمان‌ها پریان دریایی مذکر هستند با موهایی مثل علف دریایی و ریش. انکی از آنوناکی سومریان و پوسایدون از خدایان یونان به این دسته تعلق داشتند. برای دیدن ویدیوهای هیجان انگیز و اسرارآمیز بیشتر با عضویت در کانال بوم اسرار به ما بپیوندید.